اینجا پل معلق یا پل فلزی شهر زیبای بابلسر و الان پشت سر من پروژه بازسازی این پل در دست انجامه. سال 1313 ساخته شده و الان سال 1400. قبل از اینکه می‌خواستن پل بازسازی کنن درست کنن میتونستن بغلش یه پل اضافه کنن. یعنی از مسئولین خواهش می‌کنم اگه این پل جدیدی که پیش پل قدیم اینو درست کردن اینو به صورت رفت و برگشت می‌کردن، یعنی دو بانده می‌کردن، خیلی عالی‌تر می‌شد، یعنی خیلی ترافیک کمتر می‌شد. آیا این نمیشه شب با این همه امکانات انجام بدین تا صبح اینو باز کنیم بعد مردم رفت آمد بکنن؟ یا آیا نمیتونستیم لااقل اون پل رو دو طرفه بکنیم موقتا؟ این همه ترافیک از اینجا برو از اون ور دور بزنن بیا بچه‌ها همه بل کردن رفتن. تاکسی اصلا اسکار بل کردن. توصیه میگه شورا یعنی کارگر حداقل میتونن 3 شیفته کنن که بشه این مشکل حل کرد. قبل از اینکه پل خراب بشه دارن پیشگیری میکنن، ولی اگر امکان داره حداقل شیفت کاری اضافه کنن یا دستگاه اضافه کنن زودتر کار تمام بشه. نظر شما مردم نازنین رو در بسترهای مختلفی با هم دیدیم، هم مثبت بود هم منفی. بیشتر گلایه کردیم. پلی که 87 سال پیش ساخته شده و در زمان خودش 50 سال بیشتر ضمانتش نکردن. خدایی نکرده اگر این پل فرو میریخت و باعث یک فاجعه انسانی میشد، بازم نظر شما همین بود؟ با توجه به خدمتی که داشته، مهمترین نکته‌ای که بیشتر حائز اهمیت هست بحث خستگی در واقع این پل بوده. آزمایشاتی رو روی پل انجام دادیم، آزمایشات لرزه‌ای انجام شد و مشاور ما به این نتیجه رسید که دامنه ارتعاشات این پل از حد نرمالش گذشته. نیاز مبرم برای بازسازی و بهسازی پل احساس شد و شهرداری هم بلافاصله این رو در دستور کار قرار داد و این کار رو داره انجام میده. در بحث زمانبندی کار ما تمام سعیمون اینه که زیر 3 ماه بتونیم این کار رو جمع بکنیم. امروزی که در واقع این پل داره بررسیش انجام میشه با توجه به آیین‌نامه‌های روزه، قطعا ما این انتظار رو هم نداریم که تمام موارد ما رو جوابگو باشه. منتها داریم نزدیکش میکنیم به این که یک فرایندی رو روش انجام بدیم تا این پل بتونه حداقل 25 سال تا 50 سال برای ما کار کنه. با توجه به اینکه یه سری از کارها اضافه هم شده، ما زمانی که دال رو تخریب کردیم قسمت‌هایش رو دیدیم که میلیاردهای داخل دال پوسیده، یه قسمت‌هایش هم از بتون کنده شده و در نهایت مشاور طرح به این سمت بود که دال رو هم ما بتونیم تعویض بکنیم. ما از شهردار جدید آقای سیادیان تشکر می‌کنیم و از عواملی که دارن پول درست می‌کنن. ان شاءالله که این مشکل حل بشه و ترافیک هم به زودی حل بشه. عملکرد این شهر رو من ندیدم، تازه شروع به کار کرده، ان شاءالله موفق بشه. نظر شما مردم نازنین و دیدگاه و دلایل مسئولین و محترم رو با هم دیدیم و شنیدیم. پس متوجه شدیم که با کارشناسی‌های انجام شده و طبق آیین نظام مهندسی کشور بعد از گذشت 87 سال این پل نیاز مبرم به بازسازی داشته. بیایم در کنار هم دیگه برای شهر زیبای بابلسر تلاش کنیم تا آنچه که در خور شأن شما شهروندان نازنین هست مهیا بشه.